در این گرمخانه که خوجگی دهقانی به نام فیض‌الله بنیاد کرده است این حاصل چهارم زمین است. آغاز ماه مرد سید محی‌الدین فیض‌الله از همینجا محصولات از لحاظ اکولوژی تازه قلمفور بلگری میچیند. در پهلوی قلمفور پومیدور پرورش یافته است. اینجا دو نوع پومیدور پرورش می‌یابد. در قطار پومیدورهای محلی این نوعش حجماً خرد است لیکن لذتش را چشیدند، از همین سبب خریدارانش بسیار شدند. پومیدورهای نمود چری هم ترکیه آوردیم روی کردن. پومیدورهای خوب، پومیدورهای نه پروس مایدان. تخمه نو پوما بارسلونا برای پارنیکا کردیم. بعد برای بیرون پومیدورهای سمادار گالینا درست پلاکان حاصل کیشون زیاده. قلمفور باغاتی رام پر نکردیم اون تخمی خوب. در دهه صلح‌آباد دهات توگرک ناحیه واسه در خوجگی دهقانی به نام فیض‌الله تور خوجگی داران گفتند در حاشیه هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید استفاده ثمرناک زمین عمل می‌نمایند و موفقیت خوجگی داران این استفاده تجربه پیشقدم در سمت کشاورزی میباشد. خوجگی داران هر یک وجب زمین گرمخانه را ثمرناک استفاده کردند. در پهلوی این گرمخانه در گرمخانه دیگر در چنین قوطی‌ها پومیدور پرورش نمودند. نیال‌ها در حال افزایش خوب قرار دارند. بنابر سبب بر وقت آمدن بهار امسال نظر به سال گذشته قریب 20 روز بر وقت‌تر با کوچانیدن نیال‌ها به بیرون آغاز کردند. زمین را برای شنانیدن نیال‌های پومیدور آماده نموده در مساحت 20 سوتیخ نیال‌های پومیدور میشینانند. ای 10 январ сар кардем, инам имрӯз ина шинондан сар кардем. Парнико да шинондан аст буд кардем. Ана бо берун да кардем. Иншалло ина ози ам имрӯз будиш мекунем. Имсол пештар чикем, нағз аст. Солои дигар да иншалло нағз мешавад. Хай клеёнка дорем, клеёнка мекашем. Хай бо нигоҳш мекунем. Хай бо давран мебинем. عاقلانه استفاده کردن زمین به جایهای کاری مساعدت کردند. در کارهای موسمی 20 نفر ساکنان محلی در این خوجگی به کار جلب کرده شدند. همینطور فعالیت خوجگی با ثمر گردیده از حاصل گرمخانه درآمد خوب به دست آوردند. از چنین موفقیت الهام گرفته خوجگی داران سال تا سال مساحت زمین گرمخانه را زیاد نمودند. از درآمد گرمخانه امسال 4 گرمخانه دیگر بنیاد گردید. در این گرمخانه ها علاقه نیال های پومیدور شنانیده سبزش نیال ها در حالت خوب قرار دارد. باید زیاد کنیم برای پیشروی ده. فایدهش همه یک سوتیخ 1.5 تونایی گرفتیم ده. شناندن هم چوبک هم نگاه بینده 140 نفر در کار میشه که ما زمین کار فهمیدیم. این گرمخانه به حساب نهم می باشد. در این روز بالایش رو با پلیونکا پوشانیدند. بعد یک روز اینجا هم پومیدور میشینانند. در پهلوی این گرمخانه بنیاد باز یک گرمخانه دیگر در نظر است. مساحت زمین گرمخانه های خوجگی دهقانی به نام فیض‌الله 30 سوتیخ زمین را تشکیل می دهد. تور خوجگی داران گفتند از استفاده گرمخانه ها هم مثلا 10 تن محصولات های خوشصفت کشاورزی به دست می آورند. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.